نمیدونی کجا از should استفاده کنی؟ بیا تا بهت بگم. برای پیشنهاد دادن، مثلا به یک نفر میخوام پیشنهاد کنم یکم بیشتر کتاب بخونه. You really should read more. برای بیان وظایف اخلاقی، مثلا معلم ها باید صبور باشن. Teachers should have patience. برای بیان انتظارات، مثلا کیف پولم باید اونجا باشه. My wallet should be there. I usually put it there. چون معمولا یک جای خاص قرارش میدم، پس انتظار دارم همونجا باشه. یا مثلا نامه فردا به دستم میرسه، انتظار دارم که فردا برسه. The mail should arrive tomorrow. ساختار جمله هم هست should plus simple form of the verb. یکی دیگه از موقعیتایی که از should استفاده میشه برای حدس در آینده است. مثلا میخوام بگم دوستم قرار ساعت 10 اینجا باشه. She should be here at 10. فرمولش هم هست should plus be. برای ابراز پشیمانی، مثلا باید تموم تلاشم رو میکردم. I should have tried my best. یا باید بیشتر مطالعه میکردم. I should have studied more. Now it's your turn. You tell me. حالا تو به من بگو این جمله رو چجوری باید بگم؟ باید بیشتر کتاب میخوندم. This is it. خوشحال میشم اگه از این ویدیو راضی بودی بر دوستتم بفرستی. Bye.